اول از همه این ساعت قابلیت پخش موزیک داره، میتونه موزیک پلی داشته باشه و هر چند تا که بخوایم براش میتونیم موزیک اضافه داشته باشیم. مسئله بعدی که داره، میتونه از حافظه خودش یا از حافظه گوشی موزیک رو پلی داشته باشه، یا هیچ کدوم ما گوشیمون رو با خودمون همراه نبریم و بزنیم و به ایرپاد خودمون وصل بشیم و از حافظه داخلی این ساعت استفاده کنیم. مسئله بعدی که داره که با حافظش میتونیم استفاده کنیم، حافظه داخلی که داره، میتونیم آلبوم داشته باشیم، میتونیم از گالری براش عکس ارسال کنیم. افرادی که دنبال تقلب کردن دنبال این ساعت میان، چون میتونن عکس بزنن ازش استفاده کنن به عنوان تقلب. مسئله بعدی که داره، تاچ فوق العاده نرم و روونی داره که کیفیت تصویر سوپر امولدی که داره و امکاناتی که داره و چیپستی که بهش اضافه شده باعث شده که ما راحت‌تر بتونیم از تاچ و امکانات روون این دستگاه استفاده کنیم. ما یه امکانات دیگه هم بهش اضافه شده، این که میزنیم با دست روش خاموش میشه، یا اینکه مچ دستمون رو 2 بار که میچرخونیم میتونه تلفن رو جواب بده. و چند تا تصویر زمینه‌های مختلف داخلش هست که باز هم از داخل برنامه‌اش و از داخل گالریمون میتونیم اضافه کنیم. یه سری از تصاویر میتونه اینجا چند رنگ دو حالته باشه، یا مثل این دستگاه، یا میتونه اثرپذیری داشته باشه. یعنی این شکلی تصویر زمینه متحرک داشته باشه. و ضربان قلب، پایش خواب دقیق، چقدر خواب سبک، چقدر خواب عمیق، چقدر خوابیم و چقدر نیاز به استراحت داریم، همه اینا رو به ما نشون میده. و این هم آب و هواست که آب و هوا رو به ما توی اون روز به ما توضیح میده، آب و هوا و همین چنین که باد در چه حالته. و این قسمت هم بحث موزیکشه مجددا. و شماره گیری و تماس، ما میتونیم شماره گیری و تماس هم داشته باشیم و میتونیم شماره گیری و تماس داشته باشیم. و میتونیم لیست مخاطبین برای خودمون به اضافه کنیم و میتونیم تماس‌های اخیر هم داشته باشیم که میتونیم اینجوری دوباره تماس داشته باشیم. میتونیم قابلیت ضبط صدا هم داشته باشیم که صدا رو ضبط کنیم 1 2 3 1 2 3 و صدا رو دوباره به خودش پخش داشته باشیم. قابلیت و بیشتر از 15 تا حالت ورزشی خاص متناسب با زمان، مصرف انرژی، بدون هدف یا کیلومتری داشته باشیم که هر کدوم از اینها باز خودش تایمرها و عملکردهای مختلف داره. و عرض کنم خدمتتون این بحث زمانیش، میتونیم زمان مشخص و تعیین کنیم، هدف تعیین کنیم یا لوکیشن و کیلومتر براش تعیین کنیم که یه سری هم اینجا به صورت دیفالت اضافه کرد. و بحث اعلانات، اکسیژن خون، پایش خواب و یه سری بازی‌های دیگه هم بهش اضافه شده که میتونیم بهش ازش استفاده کنیم و داخل برنامه هم بازی‌های دیگه‌ای بهش اضافه شده که میتونیم داخل وقت موقع اتصال بهتون نشون میدم که کجاها و چه بازی اضافه شده و میتونیم بهش بازی اضافه بکنیم. و یه شاتر دوربین هم داره که وقتی دوربین رو باز میکنیم اینجا برای ما تصویر هم برای ما نمایش دادیم که تو برنامه به صورت دقیق‌تر به شما توضیح خواهم داد. بحث کرونومنتشه، بحث پخش موزیکشه که این قسمت ما میتونیم کرونومنت رو استفاده کنیم. یه هوش مصنوعی بهش اضافه شده که ازش بپرسیم برای ما جواب میده که وقتی ازش میپرسیم این قسمت میذاریم وقتی به برنامه وصل بشه حتما برنامه باید باز بشه که داخل برنامه توضیح میدم، اینجا باز و باهاش صحبت میکنم و برای ما تصویر زمینه میسازه. و یه هوش مصنوعی دیگه هم بهش اضافه شده که وقتی ازش میپرسیم به ما جواب میده، همون چت جی پی تی خودمون. ضربان قلب و این هم قسمت ای بوک و کارت کتابخونه الکترونیکی که تو ایران ما استفاده نمیتونیم ازش داشته باشیم. بحث ماشین حسابشه که ضرب و تقسیم برای ما انجام میده
و آب و هوا که توضیح داده شد و حتی تاریخ هم داره. و اگه دستگاهمون آیفون باشه سیریش هم کار میکنه، اگه اندروید هم باشه دستگاه صوتی هم استفاده میکنیم. و تو این قسمت یه وقتی وصل میشیم داخل گوشی یک میکروفون به ما اضافه میشه که وقتی یه موس به ما اضافه میشه که وقتی اینو میزنیم و میتونیم با این موس رو کنترل داشتیم که مخصوص فیلم دیدنه، که با اون موس ما میتونیم یه سری کنترل ها بدون اینکه نیاز به دستگاهمون نیاز داشتیم وصل باشیم با ساعت ما میتونیم کنترل رو داشته باشیم. و چند تا لیست داره که این لیست و پشت این لیست سیاهی هم که می‌بینیم ما میتونیم تصویر زمینه هم اضافه کنیم. روش اتصال، ما دو تا روش اتصال داریم، یا میتونیم اسکن کنیم که این قسمت ما QR کد رو میتونیم اسکن کنیم، یا اینکه میتونیم از این قسمت بزنیم و خودش براس ما پیدا کنه. برای ما یه صفحه میاره و وصل. که اینجا میگه آپدیت هم بکنم که ما فعلا ورژن جدیدش رو نمیخوایم آپدیت داشته باشیم. که این قسمت ما میتونیم یه سری تصویر زمینه ها دانلود داشته باشیم که یه سری تصویر زمینه اینایی که میگید یه سریش $، و یه سریش هم میزنه نو استالت. اینایی که میزنه نو استالت رو ما میتونیم دانلود داشته باشیم و دانلود هم بکنیم. برای مثال این تصویر زمینه رو میتونیم دانلود کنیم. زمینه برای ما دانلود شد. و همچنین میتونیم از داخل این یه سری والپیپر هاشه، یه سری والپیپر ها میتونیم اضافه کنیم. و از این قسمت ما میتونیم برای گالری و برای تصویر زمینه، یعنی این قسمت میتونیم تصویر زمینه اضافه کنیم و از این قسمت ما میتونیم تصویر زمینه برای پشت لیست اضافه داشته باشیم و از این قسمت هم میتونیم موزیک اضافه داشته باشیم که الان ما میتونیم بریم داخل برنامه‌مون و موزیک هایی که میخوایم رو اضافه بکنیم. فعلا دستگاه موزیکی نداریم و این گفتم میتونیم یه سری بازی ها اضافه کنیم. این قسمت یه سری برنامه های جانبی بهش اضافه شده که میتونیم داخل خود ساعت دانلود داشته باشیم و از این برنامه جانبی استفاده کنیم و یه سری گیم ها بهش اضافه شده که هر کدوم این برنامه ها رو میتونیم براشون دانلود داشته باشیم. مثلا این یه برنامه است، یه بازی که میتونیم از دانلود داشته باشیم. الان دانلود می‌کنم، میتونیم این بازی رو دانلود کنیم. همونطور که می‌بینید بازی اضافه شد و بارگیری و این هم بازی. میتونیم اینجا شخصیت رو انتخاب میکنیم. حالا میگه شخصیت رو پیدا کن. متاسفانه قاتل متواری شد. بریم برای توضیحات بعدی. توی این قسمت فایند واچ، وقتی که میزنیم ساعت سر صدا میکنه و ما میتونیم ساعت رو پیدا کنیم. و بحث کامراشه که وقتی کامرا رو باز میکنیم
تو ساعت هم با ما نشون میده. هرچند یه خورده تأخیر داره تو نشون دادن، ولی ساعت رو به ما، اون تصویر رو به ما نشون میده که از روی همین دستگاه وقتی میزنیم برای ما عکس رو انجام میده. حتی میتونیم بزنیم و برگشت هم برای ما تصویر نشون بده. این بحث همون تصویر زمینی که گفتیم میتونید باهاش صحبت کنید، براتون تصویر زمینی بسازه. اینم همون پرسش پاسخ هوشمنده و اینم ای بوکی که تو ایران ما نمیتونیم استفاده کنیم و اینم ای کارته که بتونیم هم پرداخت الکترونیکی انجام بدیم. آلارم ها و موارد دیگه هم در این قسمت میتونیم بهش اضافه بکنیم.